یه میوه‌ای هست تو گیلان که نرسیدش خیلی چغر و سفته، اما وقتی میرسه نرم و شیرین میشه. این میوه چیزی نیست جز کنوس. البته غیر گیلانی‌ها احتمالاً بهش میگن ازگیل. کنوس 10,000 سال پیش در جنوب دریای کاسپین و در مناطق گیلان و مازندران کشت میشد و کم کم به کشورهای دیگه و اروپا میرسه. حالا اینکه چجوری اسم این میوه از کنوس تبدیل شد به ازگیل یه داستان جالبی داره. محمد ولی مظفری شاعر و پژوهشگر گیلانی تو کتاب پژوهش‌های فرهنگ عامه اینجوری میگه: در سالهای دور فردی اواخر پاییز از تهران به گیلان میاد. بعد از صرف شام و سایر موارد میزبان واسش میوه کنوس رو میاره. مهمان قصه ما چندتایی از این میوه رو میخوره و برگاش میریزه و مقداری هم به عنوان سوغاتی با خودش به تهران میبره. اونجا که میرسه فامیل همسایه برای خیر مقدم به خونش میرن و اونم سوغات گیلان رو براشون آماده میکنه. همه که از این میوه خوششون اومده بود و خزان شده بودن اسم میوه رو میپرسن، اما ظاهرا طرف یادش رفته بوده که این میوه کنوسه. بعد مهمان ها برای خودشون نتیجه گیری میکنن که چون این میوه از گیلان اومده پس ما بهش میگیم ازگیل، یعنی از گیلان.